شخص دیگری پرسیده است زنا در خواب چه معنی داره؟ یعنی زنا با زن. در اینجا دو تا مسئله. یکمین اگر زنا با زن که اگر همون زن را بشناسی، اگر همون زن را بشناسی و دیدی که با همون زن زنا میکنی خوب نیست. اما اگر زن را نشناسی، آدم بیند که زنا میکند و زن را نمیشناسد، معناش خوبه در جهتی که دنیا برای همون آدم باز می شود. یعنی در کار و بار و در زندگیش بردباری پیشرفتیه. برای اینکه رسول خدا صلی الله علیه وسلم فرمودند از این دنیا برایم سه چیز محبوب بود، یعنی معقول بود: عطر یعنی دخی، زن یعنی زنهاش و نماز. از همین حدیث دلیل کرده مفسرین خوب میگن که اگر زنی بیگانه باشد، زنی را که نشناسید، در همون حالت اگر آدم زود بینند، معناش که کار و بار و مقصد چیزش کشوده میشود. بگیم اگر با اصطلاح تاجیکی بگیم پیش راهش کشوده میشد. میگن اسب سفید در خواب. اسب سفید در خواب زن است. خواب هم برادر نوشته است که خودش زن نداره و همین خوب است که اسب سفید سوار شده است، یعنی انشاءالله تعالی که زن میگیره. شمال سخت در خواب، این مشکلی است. یکان مشکلی پیش می آید یا اینکه یکان مشکلی پیش آمده بود. برادر نوشته است که پیش همین خواب دیده است. کرد و گوسفند در خواب. اصلا گوسفند در خواب دیدن خوب است، یعنی مال حلال است. مال حلال است. مادرش دیده است که در دستش گوسفنده، یعنی که ممکن کار کرده است، مال حلال کار کرده است. روز قیامت در خواب دیده است. روز قیامت در خواب دیدن یعنی از یک نمازها، یعنی نمازهای تهجد پیش وقت ممکن میخواند همین برادر، حاضر نخوانده است. همین خوابم ابن عمر رضی الله عنه هم دیده بود و با رسول خدا صلی الله علیه وسلم نقل کرده بود. رسول خدا گفت که نماز شب را نخواندی یا که نخوانده است، برای همین خواب دیدی. خب شخص دیگر میگه که رسول خدا صلی الله علیه وسلم را دیدم اما زیارت کردن نتونستم. به این مسئله گفت دادیم اگر در حقیقت رسول خدا صلی الله علیه وسلم را دیده باشی، صفاتای رسول خدا را بدانی که ها در حقیقت من صفاتاش هم میدونم، هم در خوابم همین خیلی بود، همون شکل و صورت رسول خدا بود، اما زیارتش نکردی. برای اینکه زیارت کنی رسول خدا را، باز محنت میکنی، باز از سنتای رسول خدا صلی الله علیه وسلم کار میکنی، عمل میکنی که بعدا انشاءالله الله تعالی نصیب بکنه که رسول خدا صلی الله علیه وسلم را ببینی و زیارتش کنی. الله تعالی اعلی و اعلم. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته. از خواب ترسناک خیسی در دست چپت 3 مرتبه کن اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بگو. همین کفایه انشاءالله بهترینه. در جایی که نقل کردن همین خیلی کنی، اگر طبق سنت میشوه انشاءالله فایده میابی، ضرر نه. خب شخص پرسیده است که حج، یعنی خواب دیده است که حج رفته است. حج است چی معنی دارد؟ معنی حج رفتن به دو معنا می شود. اگر الله قبول کند انشاءالله تعالی ممکن که حج روی، و با دیگر معناش که طاعت و عبادت رو با جا میاری، یعنی اون کارهای خوب میکنی، اون نمازات رو در وقتش میخونی، یعنی خیلی حج میکنی، یعنی دو معنا دارد. شخص دیگری پرسیده است که نماز، یعنی در خواب دست که نماز میخواند. معنی نماز خواندن در خواب یعنی به الله نزدیک شدن است، یعنی کامیابی است، کامیابی در دنیا و آخرت، پیروزی. و برادر یک چند کس پرسیده است که پاپوشیم را گم کردم در خواب. گم کردن پاپوشی یعنی وقتی آدم زاد پاپوشی را گم میکنه نمیابه در خوابش، معناش خوب نیست برادر عزیز، معناش خوب نیست برادر عزیز. برای همین انشاءالله تعالی که فهمه مقصد خوبترش نگم، انشاءالله تعالی هم بهترش که معنا را نگیم بهتره انشاءالله.
خب یک چند نفر دیگه پرسید که در خواب ماهی دیده است، یعنی شکار کرده است ماهی را، یعنی اون ماهی قپیده است در خواب چی معنی داره؟ قپیدن ماهی در خواب معنای بسیار خوب داره، یعنی خوب است، رزق روزی است. یعنی اگر آدمیزاد بیند که ماهی میقپد رزق روزی است، خوب است، خوبی به حد خوب است. اما اگر برعکس اگر بیند که ماهی او را خورده است، این بزیبه، این خوبی خوب نیست. خب شخص پرسیده است که دیده است یک آدم مرده زنده شده است در خواب، این هم خوب است. یعنی اگر همون آدم در حقیقت مرده باشد، یعنی وفات کرده باشد و تو را بینی که مثلا زنده شده یه خوب است. یعنی هر کس هم آدمی که مرده است در حالت زنده نمیبینی. در چی جهت؟ برای اینکه الله تعالی در قرآن میگه که شهدا یعنی شهیدها زنده مرده نیستند، پیغمبرها هم مرده نیستند، زنده. یعنی از این معلوم میشد که آدمی که مرده بود و در خواب زنده میبینی، در زندگی وقتی زنده بود یعنی آدم خوب و صالح بود، یعنی کامیاب است بعد از وفات هم. شخص پرسیده است که پیغمبر خدا را با پدرم نشسته دیدم. خب اگر در اصل پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم را در خواب دیده باشی، برای اینکه بفهمی پیغمبر خدا را دیده یا ندیده باید که صفاتهای رسول خدا را بدونی. یعنی شیطان مثل رسول خدا صلی الله علیه و سلم خود چه کرده نمیتواند، یعنی شکل حقیقی رسول خدا صلی الله علیه و سلم خود چه کرده نمیتواند، اما میتواند که یک مرد سفید پوشی، ریش سفید یا که ریش سیاهی، یکان مرد بزیب، شیطان خود به همون چیز کنه و آدم در وقت خوابش وسوسه کنه که همون رسول خدا است. اگر دیده باشیش بسیار یک چیز بگم یک تحفه از نزد الله است. ممکن یکان سنت رسول خدا صلی الله علیه و سلم با جا میاری که برای خودت خیلی تحفه کرده است الله تعالی. خب شخص پرسیده است که کشتنی، یعنی دیده است که یک کسی دیگر را کشته است. خب اگر دیده باشی که یک شخصی را کشتی، اگر بشناسی همون آدم در خوب کشتهیش یا که نشناسیش، معناش که کسی را ظلم میکنی، یعنی یا اینکه کسی را ظلم کرده یا اینکه کسی را ظلم میکنی. یعنی بفهم که کی را ظلم کرده یا که کی را ظلم میکنی یا که حقی تدبیر گرفته.